سلام بر بچه. آقا تو این قسمت بریم سر وقت رینگای آج گلف دیگه. بنفشه دخترانه با آج گلف نمیاد آقا جان. رینگا رو باز کردیم و رفتیم اتاق رنگ رضایی رو با 1000 پاچه خاری تونستیم آقا رینگا رو بندازیم گردنش که گردن بگیره رینگا ما رو رنگ کنه. آقا اول رینگا رو سنباده زدیم و بعدش یک آستر قشنگ خوابوندیم روش. بعدم رنگ بسکوت سفید زدیم. حالا وقت این کملیون خفن خارجیه دیگه. آقا رضا دست گلش ببینیم چه میکنه. آقا کملیون افرنگ هم زدیم و پیستوله نو رضا هزینه کرده دیگه. کیلر مات خارجی رو هم خوابوندیم تنگشو. این شد رخ کار آقا جان. رینگا رو برداشتیم آوردیم گاراژ، یه اسپری مشکی و گرافگیری و یه تخمار زدیم، لاستیکا رو نو کردیم. پول نداشتیم لاستیک بخریم دیگه. گرافا رو کندیم و دادیم غلام حسن و غلام محمد رینگا رو بستن. قبلش یک جلوبندی کار آوردیم اکسل عقب مشکل داشت. اینم رخ خفن کار بده بره. انقدر دورم شلوغه انگار تو شب کریسمسم. همه شورم محو تریپ بگم همه دیریپ زنم. منم دیریپ زنم میریم پشم بونیم کتم میشینم و دیریم فقط وقتی میریم محل شیرین فقط میزنن و وای پیرن چاخونه یه لش دست مال سر رو میبندن دست بعدش بریک دست